السلام علیکم دوستان گرامی. فکر میکنم که شما صدای ما رو میشنوید. البته در پیش ماه رمضان است و از این خاطر ما و شما باز حالا بعد چند توقف برمیگردیم با آزمون پیشگویی از شما توفه از ما که با سرپرستی فرمول 55 راه اندازی می شود و ما کوشش میکنیم که در جریان این آزمونی که حالا هست باز دیگر سرپرستان رو آنهایی که میخواهند با شما تماشابینان شبکه هم یوتیوب علویدین بوریف و همچنین فیسبوک باز توفه های دیگر رو هم جمع کنند. یعنی این معنای اون رو دارد که دوستان گرامی ما در یک جایگی میتوانیم که اون مثلا توفه هایی که به ما میرسد و ما به شما میدهیم در یاد یکدیگر نقش بندیم و در این باره حرف زدیم که زمان آزمون بود. آزمون با نام پیشگویی از شما و توفه از ما و علویدین بوریف با بیش از 400 نفر آدمانی که در این آزمون شرکت ورزیدند هم توپ دو دست و هم دیگر توفه ها. خب این نوبت هم توفه های ما بعد سالی نو یک تو زیاد شد. یعنی این معنای اون رو دارد که ما پیشتر برای دیگر عملها هم چون این توفه ها رو استفاده می بردیم، اما چون همیشگی یگان تغییرات در برنامه سازی و پیشگویی و آزمونی ما وارد نشده است و اینجا ما چی درکی داریم. چون همیشگی در جای اول اون کسی که از همه بیشتر حساب ها رو درست گفته است صاحب حتما توبی فوتبال می شود. اون نفرانی که در این برابر صاحب جای دوم می شوند. خوب توپ رو شما دیدید، ما اینجا آوردم، این توبی بازی است، اما غالبان امکانیت دارند که اگر توپ گرفته باشند از ما میتوانند که اون رو با دیگر توفه های ما عوض کنند. یعنی ببینید که اینجا ما پیراهن ها رو از دسته های گوناگون داریم. مثلا امروز ما با پیراهن دسته منتخب ایتالیا که افسوس که در جام جهانی سال 2022 اشتراک نمیکند آوردیم. این نصیب همین گونه پیراهن ها نصیب شما میگردند. و تحفه سوم رو هم جاری کردیم. این همین تحفه هست که یعنی کلاه یوونتوس هست. دیگر دسته ها هستند، دسته های ریال مادرید هستند، دسته های بارسلونا، پاریس سن ژرمن و غیره و غیره. این البته برای شما مخصوص است، اونهایی که در برنامه من شرکت می‌ورزند و با ما در یک جایگی فعالیت دارند. خب چی باید گفت؟ شماره اونهایی که امروز برای اشتراک کردن در آزمون ما در صفحه فیسبوکی هستند روز به روز زیاد میشوند، جواب ها هم خیلی زیاد میشوند. ما کوشش میکنیم که من بعد توسط یوتیوب هم این بازی رو جوری کنیم، چون که در حقیقت شماره زیادی حالا تماشابینان ما در یوتیوب هم هستند. بیش از 6,500 علاقه ابونچان هستند که برنامه های ما رو تماشا میکنند، خبرهای ما رو میشنوند، از ورزش تاجیکستان اطلاع دقیق دسترس می نمایند. بیایید حالا شروع میکنیم از آزمون اولمون که چگونه است. برای چی ما در موج یعنی مستقیم هستیم یا خود زنده هستیم؟ از اون خاطر که بسیاری از توفه ها توسط قرعه کشی به صاحبانشون میرسند، یعنی صاحبانشون رو مقایم میکنیم. با اون خاطر که کسی مثلا نیست که یک باره جای اول باشد یا جای دوم یا جای سوم. خوب میگذاریم با آزمون اولیه که در ماه مارس شروع گردید. خوب این وخوری های منچستر یونایتد، منچستر سیتی بودند. این وخوری با 4-1 به انجام رسید. شما میدونید ریال مادرید با ریال سوسیداد، این نتیجه هم یک خیلی از 4-1. ناپولی میلان 0-1. نیتسا پاریس سن ژرمن 1-0. صناعت نفت با پرسپولیس 2-0. خوب بدونید که اینجا دو بازیگری ما هم منوچهر سفروف و وحدت حنونوف شرکت می‌ورزند. خوب کمی هم باشد منوچهر سفروف وقتی اخیر کم به میدان میاد، اما وحدت حنونوف بازیش رو شما در دسته منتخب تاجیکستان دیدید خوب است. یعنی در همون سطح بلندی کسبی آمادگی و بازی ها قرار دارد. خب بازی آخرین دینامو مسکو سپارتاک مسکو است که اون با پیروزی سپارتاک با حساب 2-0 به انجام رسید و ما اکنون توجه میکنیم که با ما چگونه جواب ها رسیدند. در این سلسله وخوری ها تنها با یک کس میسر شد که
دو جوابی درست فرستاد. این محمود سیدالیف است. دسته ناپولی میلان رو با حساب 0-1 پیشگویی کرد و دینامو سپارتاک مسکو رو 0-2. یعنی دو بازی خونگی که مثلا در خونهشون دسته ها مغلوب شدند. محمود سیدالیف درست پیشگویی کرد و صاحب توی فوتبال بشد و من گفتم محمود سیدالیف در فکر میکنم یک سال پیشتر از ما توفه گرفته بود، توی فوتبال بود، میتواند پیروهن گیرد یا خود کلاه کدام از دسته که میخواهد. اما ما برای معین کردن دیگر صاحبون جایزه ها امروز به قرعه کشی توجه میکنیم. خب نادرخان رحمتوف بازی بین دسته های دینامو سپارتاک رو درست پیشگویی کردند 0-2 و اینجا نادرخان هستند. نادرخان با همون جهازی که حالا اینجا ما دوستان گرامی آوردیم و اینجا قرعه کشی خود رو میگذرونیم وارد میشوند. از اولین ها نادرخان هستند که وارد این جهاز یا خود نمیگم ظرف بشوند و دیگر ما میرویم محمد نظر نجمیدینوف. این کس هم بازی بین دستای دینامو و سپارتاک رو درست گفتند. نجمیدینوف هستند. خب هرچی که شما میخواهید که اینجا نوشته باشید یا برای طرز گذراندن این آزمون ما چیزی پیشنهاد کردنی هستید میتونید پیشنهاد کنید. ما میتونیم در یک جایگی چنین آزمون رو هم بیشتر نماییم. طوری گفتم من کوشش میکنم که تا 10 نفر در یک آزمون صاحب توفه گردد. خوب اقلا در یاد میموند که کامیار سنگینوف این کس هم دینامو سپارتاک 0-2 نزدیک میشویم. بعضی خبرها هم اینجا به ما میگویند عثمان داوودوف گپ زنید چی گپ شد، بازی چی گپ شد، یا اکا برای ریگر اکا استقلال کای لیگ چمپیون ها بازی میکند. سلام برادر. خب سلام، آواز من رفته شده است یا نه؟ من میخوام از شما بفهمم دوستان گرامی، چون که اینجا من میبینم که 1 2 3 4 5 6 7 آواز رفته شده است یا که نه. حالا 1 2 3 4 5 6 7 آواز هست یا نیست؟ هستند کسایی که اینجا ما رو میشنوند و مینویسند که آواز هست یا که نیست؟ چون من خودم رو نمیشنوم، برای همین هم خواهش میکنم از شما که حالا بگویید که آوازی ما رو میشنوید یا که نه. اگر آواز رو نمیشنوید پس آواز هست. خوب پس آواز هست. تشکر زیاد با احمدی حمدانی و دیگر نفرانی که هستند. خوب این نفر رو هم وارد این جهاز میکنیم. خوب شوکت هیسوریف منچستر سیتی منچستر یونایتد خوب نتیجه 4-1 رو پیشگویی کردن و دشوار است، اما شوکت هیسوریف این کارو کردند. وارد همین چی ظرف میکنیم. ظریف عبداللهیف من میبینم که قسم زیادشون نفرانی نو هستند که در این شرکت میورزند. ناپولی میلان 0-1 درست است و حالا این نفر هم برای نویل شدن سزاوار یک جایزه ما شدن وارد این ظرف میگردد. رومیش خالوف، خوب ما رومیش خالوف رو میدونیم، نمیدونم در یادم نیست که این کس صاحب یگان توفه شدن یا نه. ناپولی میلان 0-1 این نفر هم وارد آزمون میشوند. دوستان گرامی اصلا مقصد چی است؟ مقصد توجه است که با یکدیگر دوست باشیم. خوب زندگی رو میبینید چگونه است. اونایی که درباره استقلال میپرسند، بله شام دیروز استقلال با شهر الریاض عربستان سعودی سفر کرد. من یک برنامه مکمل درباره دست استقلال آماده کردم با اون لگیونرهایی که از همه زورترین حساب میشوند. مصاحبه هم انجام دادن. اون روزهای نزدیک پیشکش شما میگردد. تمرین های آخرین استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه گذشت. خوب اینجا من شاید بود نگویم که شما فامیلی نامی من نگرفتید. علی بیگ سفروف، این علی بیگ سفروف بود که حالا به این آزمون وارد میشود. خب سیروجدین اسیاروف از آخرین نفرانی هستند که در آزمون اولین ما شرکت می‌ورزند. پیش از همه بیاید ما به یگان قرعه کشی که کدام توفه رو باید اینجا به قرعه کشی گذاریم
همون توفه جای دویم رو ما چه میکنیم اینجا. حالا دوستان گرامی من ببینید در پیش نظر شما، برای من این اهمیت ندارد که کدام از شما غالب میآید. برای من همه برابر هستند، حتی اگر کارگرام هم اینجا در آزمون شرکت کردنی هستند منع نیست. اما گفتم یک مرتبه که اگر صاحب جای یکم بشوید پس توفه رو شما نمیگیرید، بلکه خوانندگان فیسبوکی من میگیرند. خب یک نفر رو بیرون میبریم. این کی است که طوله‌اش بلند است؟ شوکت سوریف، منچستر سیتی، منچستر یونایتد. شوکت رو ما دعوت میکنیم به استودیوی ورزش میآید و این توفتون رو میگیرید. من گفتم برای جای دوم این پیراهنی هست از دسته های منتخب که بسیار صفتشون عالی هم هست، بسیار صفتشون عالی هم هست و من هم اون رو استفاده بردم. خیلی خوب است، بسیار هم عالی هست. خب محمود رو ما پیدا کردیم، جای اول است. خواهد توپ میگیرد، خواهد چیز دیگر. محمود سیدعلیف، شوکت سوریف جای دوم و اکنون باز یک نفر دیگر رو از اینجا برای کلاه کلوب فوتبال یوونتوس. خب بسیاری ها پیشتر اونجا کریستیانو رونالدو بود، کوشش میکردن که از اونجا بهره‌ور شوند، دسترس کنن یک کلاه و بپوشند. خب چیزی عجیب هم هست، مثلا من گوه یوونتوس میپوشم و گوه بارسلونا. خارجیانی که در دوشنبه هستند حتما میآیند میگن که شما مخلص یوونتوس هستید یا شما مخلص بارسلونا هستید و بعدا سوال برو میکنن. خوب این چیزی خوب است، یعنی شما از بین دیگران فرق کننده میشوید. ناپولی میلان، ظریف عبداللهیف، شما میتوانید با نزدیمان وید و صاحب این کلاه شوید. خب کلاه کلوب یوونتوس این از شما هست. خب آش شود اونایی که با من هستند و در این برابر با هم پیش می رویم. خب بالاخره ما غالیبا رو بیان کردیم. همین طور در آزمون نخستین ما در ماه مارت محمود سیدعلیف، شوکت سوریف و ظریف عبداللهیف غالب اومدند. من اینجا قید میکنم که توفه ها عوض نشوند. خب به هر نوع پیراهن و نهایت کلاه. ما از جمله از این تجربه که حالا دوستان گرامی ما در گذراندن این آزمون میبینیم، بعضی ها میگن که ما در دوری هستیم، مثلا در ونج هستیم، ما اینجا اومده نمیتوانیم اگر امکان باشد که مبلغ گذارید. ما این رو هم حالا با فرمول 55 که به واسطه سرپرست شبکه یوتیوبی ما هست و برای هم ورزشگران، هم نمودهای ورزش و هم دسته ها سرپرستی میکند، به ما هم سرپرستی میکند و اونها گفتند در مورد نزدیک این رو ما هم به حساب میگیریم و بعدا باشد که همون مبلغش رو به حساب تلفنی شما هم گذرونیم. خب در آزمون دوم این وخوری های لیگ چمپیون ها بودن. ریال پاریس سن ژرمن 3-1، منچستر سیتی سپورتینگ 0-0، بارسلونا گالاتاسرای لیگ اروپا 0-0، اتلانتا بایر 3-2، براگا 2-0 با موناکو، سویلیا 1-0 بر وست هم. اینجا هم غالب کلی یعنی غالب مطلق معین نیست، یعنی هستند نفرانی خیلی زیاد. اینجا ببینید چقدر زیاد هستند. اینها همونهایی هستند که با یک جواب با یک بازی جوابی درست دادن. نیکلوز مهربان است، سویلیا وست هم 1-0. خوب اکنون این نفرانی که در بازی گذشته ما بودند پایان میآیند از اینجا، از این ظرف قرعه کشی و ما شما باز و پیش میرم. خب اینجا به بازی رگرو روشن زفرآباد دو شد بهترین بازیگر فتولوف. خب بسیار اینجا علاقه من میبینم که سخنها درباره خیلی خوب است درباره
کی در کدام وقت غالب شد؟ بله همین وقتی که من دوستان گرامی اینجا جواب ها رو با شما میگویم، نتیجه بازی ها رو میگویم، شما در دستتون اون لوحه که من اونجا نام دسته ها رو نوشته بودم معلوم است. هر کدام شما میتونید که در صفحه من دارید یا ببینید که کدام بازی ها با کدام نتیجه جنبه شدن. من با شما گفته بودم که شما اون رو تفتیش کنید که چه خیلی شما اونجا کدام بازی رو پیشگویی کردید. خوب، یک نفر رو با باز داخل این ظرف میکنیم. رومیش خولوف الکای در بازی پیشینه بود غالب نامد. ریال پاریس سن ژرمن 3-1. خوب هیچ گام نه. رومیش این دفعه هم یک بار بخت خود رو میسنجید و همین طریق ما با پیش میرویم. اینجا الکای خولبوی سفروف سویلیا وست هم 1-0. باز چی می نویسند؟ شیری مبایف در کدام کماندا بازی کرده ایستاده است؟ البته در قزاقستان است. مکتارال است که اومده بود در دسته منتخب در بازی های نوروز، جام نوروز 2022. اما پتر شکرت این سرمربی نوی دسته منتخب تاجیکستان با تخلص اینشتین او رو با بازی نبرآورد. ما ندیدیم. خوب با دوم چی است؟ سالم پیشگویی کرده میشود که دسته استاد فرخور به لیگ اولی میبراید. البته چرا نمیشود؟ ما اگر شما خود شکلی پیشگویی ما رو هم برای 1 سال هم پیشنهاد کرده میتونیم. خوب باز خوب سلام میگه پتیا از پتیا پتروویچ. خوب نمیدونم روسی گفته است. پرویز حقبردیف سلام علیکم. سلام علیکم به همه. خوب اینجا من فکر میکنم که کمی هم اینجا دورتر است، بسیار خورد نیسته شده است. بازی ریگر رو رفشای زفرآباد خوب این گفتیم که سوز خوب هستم. باشه عمر دراز تنی صحت بتاتون ما چیده همه بازی خیلی در بازی اشتراک کنیم. بسیار آسان است. صفحه من در فیسبوک است. فیسبوک برای چی آسان است؟ به خاطر اون که شما در یوتیوب وقتی که میبینید او یک باره اون خبری که من میدیم که کدوم دسته ها بازی میکنند و جوابهایش رو نویسید در اینجا در آزمون ما اون نفرانی که در یوتیوب هم دوستان گرامی با ما بودند جوابهایش رو فرستادن، اشتراک کردن. چند نفر اینجا هستند. در یوتیوب هم شما میتونید من بعد همون بازی ها رو پیشنهاد میکنم، شما اونجا جواب هایتون رو مینویسید. از نظر من بیرون نمیمونه، وقت هم هست برای شما. من برای شما کار میکنم، برای کسی دیگر نیست. خوب، عبدالخلیل عبدالغفورف ریال پاریس سن ژرمن. اینجا هم عبدالخلیل این بازی رو نتیجهش رو گفته است، او رو هم داخل میکنیم. خوب دیگر سویلیا وست هم اسفندیار عبداللهیف این هم وارد قرعه کشی می شود. خب براریدین قربانوف بارسلونا گالاتاسرای 0-0. این نتیجه کم PSG رو بسیار گفتند در این بازی همون. حالا دیلوار ریزویف ریال PSG اینجا هم درست آمده است. یوقبی اودینا در بازی گذشته هم اشتراک کردند. سویلیا وست هم پیشگوییشون درست است. کمالدین محمودوف من بعد اینجا هم سویلیا وست هم. یعنی دوستان هر کسی که جوابی درست فرستاده باشد از نقطه نظری من نمیماند و کمالدین محمودوف سویلیا وست هم. یعنی این همین گناه هست که من کوشش میکنم که یگان نفر شما آزرده نباشید. آزرده کردن یک شخص برای انسان این کار ناقدر شایان است که ما و شما میدونیم، اما شاید از نظر ما هم بعضی لحظه ها یگان چیز فراموش شده باشد. من کوشش میکنم که در این باره هم به شما حرف زدم. هر کسی که باقیمون من میتونم اونجا برای از نظر گذرانیدن همون جوابهای پیشین من با توجه برگردم به همون مسئله. خوب، نوشتن ها بسیار است اینجا. حالا خب یک نفر میگه که با تیم تاجیکستان شامل شده میخواد بازی خوب کند. خوب بوکی نیست. شما مراجعت کنید اگر بازیتون زیبا باشد. برای چی نه؟
вай ҳоло алибоев бобур мегӯям ман барселона реалро 4-0 гуфта будам. хуб касе чӣ гуфта буд набуд, мо аз нуқтаи назари худамон ин ҳама чизро дидаем ва оҳиста оҳиста ба сӯи он меравем. хуб биёед ба марҳилаи дуюми ҳафтаи дуюми бозиҳо меравем. чун аввал туби футбол аст, ҳамун тубро мо инҷо ҳоло аз дохил як нафарро берун меорем. исфандиёр абдуллоев, шумо соҳиби туб ҳастед? исфандиёр абдуллоев аввалин нафаре ҳастанд ки дар марҳилаи яъне дар ҳафтаи дуюми бозиҳо ғолиби ҷоизаи асосӣ шуданд. ҳозир боз як нафари дигар барои ҷои дуюм, барои пироҳан. абдулхалил абдуғафоров, реал псжро пешгоҳӣ карданд. шумо ҳам соҳиби пироҳан ҳастед? пироҳан. хуб, ниҳоят сеюм, ҷоизаи сеюмро ҳам ҳоло пешорӯи шумо инҷо мо аз дохили ин зарф берун мекашем. некрӯзи меҳрубон, некрӯзи меҳрубон, севилия вестҳем натиҷаи ин бозиро пешгоҳӣ карданд. хуб, инҷо аллакай менависем ки кӯлоҳи ювентус. аз нигоҳи сифат он тӯҳфаҳое ки мо барои шумо пешбинӣ кардаем, ино хеле тӯҳфаҳои дараҷаашон баланд аст, олӣ ҳастанд аз нигоҳи сифат. хуб, мегузарем ба ҳафтаи сеюми рақобатҳо. инҷо Португалия Туркия 3-1, Шветсия Чехия 1-0, Италия Мақдунияи Шимолӣ 0-1. ин бозии таърихӣ аст дӯстони гиромӣ. чаро? ба хотири он ки дар ҳақиқат инҷо вақте ки италия аз бозиҳои ҷоми ҷаҳон дарканор шуд, ин худаш аллакай таърихи сиёҳи футбол аст, чунки италия ин чемпиони ҷаҳон аст, ин чемпиони аврупо аст, ин дар ҳақиқаташ бозингарони фаъолият доранд ки бисёр ҳам бозингарони номӣ ҳастанд. хуб, баъдан инҷо австралия бо ҷопон, ин яке аз бозиҳои зебои ҳамин ҳафта дар қитъаи осиё буд. кореяи ҷанубӣ бо ҳисоби 2-0 эронро мағлуб кард. австралия бо ҷопон 0-2, ин ҳам бозии зебо буд. чин арабистони саудӣ 1-1. ин натиҷаи ҳамон бозиҳое ки ҳоло ман дар даст дорам, ҳамонҳое ҳастанд ки шумо ҷавоб гуфтаед. инҷо мо шумораи иштирокчиёнамон ҳамагӣ 3 нафар ҳастанд. инҳо 3 нафар онҳое ҳастанд ки ба 3 аниқтараш ба 2 бозӣ ҷавоби дуруст гуфтанд. яъне 3 нафар ҷавоби дурусти якхела доранд. фирдавс ғаниҷонов ё худ фирдавс ғаниҷон, Португалия Туркия 3-1, Шветсия Чехия 1-0. ана фирдавс шумо вориди қуръакашӣ мешавад. хуб, ин онҳое ки инҷо ҳастанд мо ба берун мекашем. хуб, чунки дигарон ҳам соҳиби тӯҳфа шаванд ва ин тӯҳфаҳоро шумо аллакай метавонед пагоҳ дастрас кунед. тақрибан дар вақтҳои нисфи рӯзӣ беҳтар аст. хуб, Нодирхон Раҳматов дуюм нафаре ҳастанд ки Португалия Туркия Чин Арабистони Саудиро пешгоҳӣ карданд 3-1. хуб, бисёр осон аст. ин ҳафтаро ҳам тамом мекунем. Фузал Юсупов, дӯстони гиромӣ, ин нафароне ҳастанд ки Португалия Туркия 3-1 ва Чин Арабистони Саудиро 1-1 пешгоҳӣ карданд. аммо дар бозиҳои пешинаи мо солҳои пешин ин номҳоро ман дар хотир надорам ки ягон маротиба ба марҳилаи финалӣ барои гирифтани ҷоизаҳои озмуни пешгоҳӣ аз шумо тӯҳфа аз мо бошанд. хуб, ин 3 нафарро ворид кардем. ин 3 нафар толебаланд ҳастанд. ҳар кадоме аллакай инҷо соҳиби тӯҳфа ҳастанд. хуб, аз ҳама аввал барои тӯб мо як нафарро берун меорем. хуб, барои тӯб инҷо берун мекашем. ки ҳастанд? Нодирхон Раҳматов, шумо соҳиби тӯб ҳастед? хуб, дуюм барои пироҳан Фирдавс Ғаниҷон,
پیروهان. خب اینجا هم معین شد و یک نفر دیگر. اکنون یک نفر رو میتونیم که آزاد از داخل گیریم چون که دیگران نیستن، برای اینکه دیگران همینقدر جواب نگفتن. فوزل یوسفوف، شما صاحب کلاه هستید. خب اینک سوم هفته رو هم جمع بست کردیم و حالا امروز هفته پنجم جمع بست می شود. شما میدونید که امروز بازی های تاجیکستان، بازی های چمپیونات تاجیکستان موسم 31 هستند که محض امروز دو دربی هست، دو دربی ولایت ها، یکی در سوق دیگری در خطلان برگزار میگردد، اما خطلانی ها بازیش رو در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار میگذرانند. خطلان با روشنی کلوب و این بازی ها الکی در دست شما هستند. ما هم بعدی آنکه حالا شما این قرعه‌کشی ما رو میبینید، ما با شما نوارها رو درباره بازی های پیشینه این دسته ها که این دسته ها کدامش امکانیتی غلبه کردن دارد رو پیشنهاد میکنیم، هم اسخطه و هم خوجند و هم خطلان و هم روشن. این کمی بهتر پیشکش شما میگردد، اما ما با فرارسیدن همه شرایط از نتیجه ها به شما خواهیم گفت. خب اینجا تاجیکستان قرقیزستان بود که ما با حساب 1-0 پیروز اومدیم، اما بازی دلگیر کننده بود. راستش رو میگم بازی از ناقصی ها کم نبود. این رو شما میتونید در همون کانال یوتیوبی من تماشا کنید. اون شرحی که من دادم که چی برای ما نمیرسید، چگونه ما کمبودی داریم، چرا بازیگران بهترین در دسته نیستند، در این باره ما گفته ایم. خب اوگاندا ازبکستان 2-4 یگان نفر این نتیجه رو پیشگویی کرده در توانست است، اما تاجیکستان قرقیزستان رو پیشگویی کردند. پرتغال مقدونیای شمالی 2-0. خب اینجا لهستان یا خود پولشا با شویتس 2-0. امارات متحده عرب بازی داشت با کره 1-0 غلبه کرد و از همین خاطر با از جای سوم با بازی‌های پلی آف منطقه آسیا برآمد. ایران لبنان 2-0. این نتیجه های همین بازی بودند. خب اکنون شروع میکنیم که اینجا چی حالتی بود. از همه عجیب اون است که در این هفته پیشگویی ها شماره زیادی اشتراکچیان ما جوابهای خیلی درست و صحیح دادند. زرابیدین تا شمارات پرتغال مقدونیا و امارات متحده عرب کره جنوبی را گفت. یعنی دو جواب داشت. زینالعابدین جانبکوف همچنین همین نتیجه رو. در این برابر میربایزو اشروف هم پرتغال مقدونیا و ایران لبنان رو پیشگویی کردند. شهزاد میرصادیقوف پرتغالیا همین گونه با ایران لبنان رو هم پیشگویی کردند. بعدن اینجا باباجان خالیقوف هم پرتغالیا مقدونیا 2-0، ایران لبنان 2-0. دلشاد ابرانوف تاجیکستان قرقیزستان. خب این نفرانی بودن که دو جواب درست گفتن، یعنی ابو بیاد که 5 نفر جوابهای دو تاگی داشتند. این رقابت رو ببینید که چگونه تیزتون میشود. اما دلشاد ابرانوف نتیجه تاجیکستان قرقیزستان رو 1-0، پرتغالیا مقدونیای شمالی رو 2-0 و ایران لبنان رو 2-0 پیشگویی کردند. حالا چون شماره 3 نفر پیشگویی کردگان اینجا هستند، اینچنین 2 نفری باز هستند. 2 نفر دیگر از یادم رفته است، نادرخان رحمتوف و کمال‌الدین جورابویف هم نتیجه 2 بازیگی رو پیشکشی ما کردند. مقدونیای شمالی با پرتغالیا و ایران لبنان جورابک باشند، کمال‌الدین جورابک باشند پرتغالیا و ایران لبنان. اینها الکی 7 نفره که 2 جوابی درست داشتند، اما با بازی‌های ما با قرعه‌کشی ما وارد نمیشوند. خب دلشاد ابرانوف رو که با 3 جواب اینجا پیشرفت شده است با همین ظرف قرعه‌کشی وارد میکنیم. دومین نفر شفقت ایسوریف. فکر میکنم شفقت ایسوریف اینجا در یک حالت پیروز شدن به نظرم. شفقت ایسوریف صاحب جای سوم شدند. حالا شفقت ایسوریف در این نوبت تاجیکستان قرقیزستان 1-0، پرتغال مقدونیا 2-0، امارات متحده عرب با کره جنوبی 1-0 هم پیشنهاد شده است. اکنون اینجا باز یعقوبی اودینه میمونند که 3 جواب دارند. ایران لبنان 2-0، لهستان شویتسیا 2-0 و پرتغالیا مقدونیای شمالی 2-0. یعنی این 3 نفری هستند که اینا حتما
صاحبی توفه میگردند. ولی فکر میکنم که اینجا یک لحظه من دیدم که در همین نوشته که ما با شوکت شریف داریم یک نوروشنی هست، چون که من نتیجه رو کمی دیگر نوشتم. خوب من در این باره باز قضیه خود رو خواهم گفت. اگر مبادا که همین چیز همین جواب کمی خطا باشد، پس من میتونم دیگر خود کنم. خوب تو بی فوتبال است، بیاید تو بی فوتبال رو به بیرون میکشیم. دلشاد ابرانوف، شما صاحب توپ. خب این چهارمین بازیه که ما حالا با شما میگذارونیم. حالا باز برای پیروهن یعقوبی اودینه شما پیروهن میگیرید. و در حقیقت یک نفر دیگر موند، صاحب کلاه بودند. به فکر من شوکت شریف با صاحب کلاه با میتوانیم که اینجا اگر گفتم همین امارات متحده عرب کره جنوبی، من اینجا نوشتم که 2-0 برای چی گفتم شبهه پیدا شد. من همین نتیجه رو میبینم که اینجا 1-0 امارات متحده عرب کره جنوبی رو با حساب 1-0 مغلوب کرده است. اما من اینجا نوشتم که 2-0 یعنی حساب درست رو 2-0 نوشتم. شما رو اینجا جو کردم. اگر شما 1-0 گفته باشید نوشتون بود. 2 کلاه دارد، میتونید یک کلاه رو با نمیدونم با پیراهنی وصل میکنید یا با توپ، برای من فرق ندارد، چون که شما غالب هستید. از همین خاطر این رو من یک بار دیگر دقیق تر نشون میدم. این لحظه هایی بودن که ما و شما با هم بودیم. دوستان گرامی، حالا من اینجا میخونم که چی است اینجا. دلیر امینوف مساوی 1-1 بارسلونا و سیویلیا. نه اینجا اون چیزای اون دوستان گرامی اون نتیجه های ما پیشکش شما کرده بودیم که آنها در همون نموله‌ها یا صورت یا عکسی که ما در اونجا نام دسته ها رو می نویسیم، شما همونها رو پیشگویی کنید، نه بیرون از اون که بعدا ما در نزد شما اونقدر خود رو خوب حس نکنیم. نه، ما اون نتیجه های رو به نظر میگیریم که ما پیشنهاد میکنیم به شما، نه اینکه شما پیشکی در فکرتون هست که مثلا امروز استقلال الهلال رو با حساب 3-1 میبرد. نه، ما اگر پیشنهاد کرده باشیم که استقلال الهلال، شما جوابتون درست باشد، پس با ما هستید. یعنی وارد آزمون پیشگویی از شما و توفه از ما میگردید. خب دوستان گرامی، باز اینجا چی است؟ سلام علیکم اکا. شما درباره شماره زیادی لگنرونه که امسال در لیگ عالی تاجیکستان بازی خواهند کرد، صفتی آنها و شماره. من در گزارشی که دیروز کردم از وخوری بین دسته‌های استرافشان و فایزکان، برعکس فایزکان با استرافشان که با حساب 5-0 با مظفریت دسته استرافشان جنبه شد، آنجا گفتم که 59 نفر لگیونرها امسال در چبه تاجیکستان هنرنمایی میکنند و لگیونرهای آسان و خیلی دلبزن نیستند. مثلا در همون بخوری بعضی دسته‌های فایزکان و استرافشان 2 لگیونر، یکی از کامرون و دیگری از ازبکستان 2 گلی زدند و این علاقه از اون شهادت میدهد که امسال مبارزه برای عنوان نشانزنی بهترین هم پرزور میگردد. خب در جریان ما هستیم، در جریان شما هم خواهید بود و با سوالهای دیگر هم نظر میکنم اینجا. بسیار خواهش میکنم که ما درباره بازی‌های لیگ یکم چمپیونات مملکت هم نوارها آماده کنیم، پیشکش شما کنیم. معلومات ها اصلا هستند معلومات ها، اما بعضا در شماره گزارش هایی که ما مستقیما پخش میکنیم کمتر هستند. این از اون سبب هست که نقصی های تکنیکی هستند، بعضی مشکلی های زیادی هستند که این از نظر شما بیرون میمونه، تنها برای اونایی که اونجا کار میکنن این نمایان است. ما هر نفع کوشش میکنیم که همه رو با شما پیشکش کنیم. ما یک برنامه داریم درباره لیگ یکم، این برنامه فتح هست در تلویزیون ورزش و شما اونجا از بازی ها، از نتیجه بازی ها برخوردار خواهید شد. خب باز اینجا چی هست؟
дар бораи пахш кардани бозиҳои Лигаи Олии Чемпионати мамлакат тавассути YouTube бале ҳастанд, ҳам шабакаи футбол ва ҳам шабакаи варзиш ин бозиҳоро дар ҳамон сомонаи худ, сомонаашон варзиш ТВ ва футбол ТЖ ҳаст, дар он ҷо пахш мекунанд ва инчунин дар YouTube ҳам пахш мешавад. Он касоне ки метавонанд тамошо кунанд ин шабакаҳо ё сомонаҳоро истифода бурда метавонанд. Аммо ман ҳам дар паи кӯшиш ҳастам, бо роҳбарият маслиҳат хоҳам кард, агар имконият бошад шояд ман дар канали худам ҳам ки шумо бештаратон дар ҳамон канали Аловиддин Буриев обуна ҳастед, тавонед аз он ҷо баҳравар шавед. Хуб, ин дар оянда ҳаст. Ҳоло бошад дӯстони гиромӣ, ин 4 ҳафтаро мо ҷамъбаст кардем. Имрӯз ҳафтаи нав дар моҳи апрел шурӯъ шуд ва онҳое ки дар ин озмун ҳам ҷавобҳои худро фиристоданд, аллакай ворид ба ин озмун шуданд, мо онро мебинем, шумо боз соҳиби тӯҳфаҳо мешавед. боқӣ сеҳатмандию пирӯзии шумо, яъне зиндагии ором, зиндагии зебои шумо ин орзуи мо ҳаст. ҳеҷ вақт бемор нашавед, ҳамеша сарбаланд бошед. аз ҳамин лаҳзаҳои зебои баҳорӣ як лаззат бареду бо ҳам бошем ва мо кӯшиш мекунем ки бо шумо дар ҳар маврид кӯмаки худро расонида бошем. сеҳатманду пирӯз бошед. Хайр, то боздид, то гузоришҳои мустақими мо, то қуръакашиҳои навбатӣ. чун гуфтам, сарпарасти мо формула 55 ҳаст ва дар ҳар маврид ин ширкат моро дастгирӣ мекунад ва мо то тавонем аз онҳо тӯҳфаҳоро гирем ба шумо диҳем. хуб, хайр, худро эҳтиёт кунед. хуб, эфирро маҳкам мекунем.